سلام خانم دکتر حیاری. آقای دکتر قلی‌پور، تبریک میگم بهتون. من و همسرم کاملا درمان شدیم، البته با تمام تلاش و زحمت و بردباری و مراقبت های پی در پی شما و حتی بیشتر از خود ما نگران ما بودیم. کاملا سلامتیمون رو به دست آوردیم. ممنون از اینکه نه تنها از علم و تخصصتون، مهارت خارق العاده‌تون، بلکه از وقت با ارزشتون، جان و احساستون برای درمان بیماریاتون مضایقه نمی‌کنین. تو این جامعه، تو این نامردی‌ها واقعا وجدان کاری دارین و این قابل تقدیره. من و همسرم 4 سال مداوم زجر کشیدیم، 4 سال بیداری کشیدیم تو شبا، 4 سال زندانی بودیم. مایه اعتماد به نفس یه زن موی سر و زیباییشه. 8 بار موهای خودم با دستای خودم با گریه کچل کردم به خاطر این مریضی. کلا پوستمون جلوی چشممون پوسیده میشد. این بیماری گال خیلی بیماری زجرآوری هست. متاسفانه هیچ ارگانی حمایتمون نکرد. فقط تونستن از بهداشت بهمون بگن که فوری هرچی دارین از البسه و الیاف بسوزین. هرچی داشتیم و نداشتیم فروختیم، هرچی داشتیم و نداشتیم سوزوندیم. هر دکتری، هر عطاری، هر لوسیونی، هر دارویی، هر پمادی، هر چی بگین استفاده کردیم و نتیجه نگرفتیم. هر چی که بگیم به فکرتون برسه امتحان کردیم. 2 روز از انگل‌ها خبری نمیشد. 3مین روز 100% باز خودشون نشون میدادن. آخرین درمان به ما ایورمکتین رو معرفی کردن که اونم دوز بالاش کشنده بود. در اوج ناامیدی و به خاطر این مرض منزجر کننده شما مثل 2 فرشته با دستای شفا بخشتون به داد ما رسیدید. به خدا قسم دست از زندگی کشیده بودیم، کلا ناامید بودیم. اصلا انگار ذره ذره داشتیم به کام مرگ میرفتیم. تبریک میگم به شما به خاطر دست پیدا کردن به این درمان این بیماری خیلی خیلی کشنده و مهلک. از همه مردم عاجزانه درخواست دارم که این بیماری رو جدی بگیرن و از درمان شما استفاده کنن که درست در همون روز اول متوجه میشن که کاملا درمان شدن و من واقعا احساس زنده بودن میکنم. 4 سال بود انگار مرده بودیم. بدنمون، پوستمون، جلوی چشممون داشت از بین میرفت، چون انگل ها که تونل زده بودن زیر پوستمون. هر چی که به ذهنتون برسه، هر مریضی که به ذهنتون برسه پوستمون میگرفت. فقط این میتونم در آخر بگم که پزشکای حاذق عزیزم، دستتون رو میبوسم و تا عمر دارم خاک پای شما عزیزان هستم.